توضیح بدین این قلم برش رو چطوری باید سرش کنیم؟ قلم برش رو ببینیم باید از دو طرف ما تیزش کنیم به این صورت که قسمت پایین یک مقدار باریکتر بشه، از قسمت بالا که به کار گیر نکنه، به مربوط بشه به اون مثلا تیز برش کاری که به حساب خوب ببره، به حساب تمیز ببره، صاف ببره. و این نوک قلم هم که بایستی یه مقداری قسمت پایینشو زاویه دار ببریم که این نوکش عمل انجام میده، میبره با کار درگیر بشه. بله با کار درگیر بشه. بغل‌های بالا و نوکش انگار باریکلا. یعنی مثلا این بالا، این لبای بالا و جلو پایینا درگیر نشه که استکاک پایینا درگیر نشه، اصلا کار نمیکنه، نمیبره اصلا. خیلی خواسته الان اینجوری نگاه کنید، من سرش کنم. این یک طرفش، این طرف دیگه‌ش هم همین کارش میکنه. اینجوریش بچرخونیمش. جلوش هم یک نشون بده، نشون سرش نشونی کارم که نشون بده رو سنگ زاویه دار میزنه. اینا یکمی سر بالا میگیریم که این طرفشو بیشتر بگیره. اینجوری بچرخونی قلم این طرفش، این بغلشو و این نوک قلم هم که اینجوری تیز میشه رو به پایی یه مقداری زاویه دار بشه.